میگن هر کی صبح ناشتا سیاه دونه بخوره به هیچ بیماری مبتلا نمیشه. امروز میخوام درباره 7 شکل استفاده از سیاه دونه صحبت بکنم. یکی از معجزات واقعا سیاه دونه و متاسفانه خیلی هم اشتباه اونو مصرف میکنن و به خودشون آسیب میزنن، چون واقعا یک داروی قوی هست. تا آخر این پست همراه هم باشین. اولین شکلی که میخوام توضیح بدم اسمش دوسین، معروف ترین شکل مصرف سیاه دونه است که در حد 1 قاشق تا 2 قاشق میتونید روزانه قاشق چایخوری استفاده بکنید. به این صورتی که 1 واحد سیاه دونه، حالا به صورت نیم کوب، و 3 واحد عسل مخلوط میکنید و استفاده میکنیدش. کوبیده شده سیاه دونه تا 3 روز و نکوبیده اون تا 7 سال موندگاری داره. وقتی سیاه دونه رو میکوبیم، نیم کوب میکنیم، تا 6 ساعت زمان داریم که اون رو با عسل مخلوط کنیم یا استفاده کنیم، چون سیاه دونه با هوا واکنش نشون میده، هوا زده میشه و مصرف اون بعد از این تایم باعث مسمومیت غذایی میشه. پس بهتره ترکیب دوسینی که درست میکنین واسه 2-3 روزتون باشه، بیشتر از اون درست نکنین که ممکنه باعث مسمومیت غذاییتون بشه. دوسین واسه اکثر مزاج‌ها عالیه، میتونن استفاده بکنن. واسه افرادی که بیماری کلیوی دارن فوق‌العاده تاثیرگذاره. بیماریایی که به مجاری ادراری ربط داره هم کمک میکنه. واسه کمکاری تیروئید خوبه، ضد سرطان، رفع مشکلات معده هم انجام میده. بهترین زماناش هم معمولا صبح ناشتا یا شب قبل از خواب هست. دومین شکل مصرف جویدن دانه ها به صورت آرام با ترکیب شدنش با بزاق دهان هست که خیلی ها اینجوری مصرف نمی کنن که اصل مشکل اینکه درمان نمیشن با سیاه دونه دقیقاً تو همین موضوع هست. حد استفاده سیاه دونه به صورت دانه جویدنی در حد 1 قاشق چایخوری روزانه باشه، بین 3 تا 21 عدد اگه به صورت عددی بخوایم بگیم. وقتی اینجوری مصرف میشه زداینده عفونت هاست، باعث این میشه قدرت ایمنی بدن بالا بره، ضد سرطان هست به خاطر اسیدهای چربی زیادی که داره اگه هر 8 ساعت خورده بشه. بهترین آسپرین طبیعیه، یه جورایی نرمال میکنه فشار خون بالا رو، در بدن هم آنتی هیستامین تولید میکنه، جلوی آسم و حساسیت ها رو میگیره. سومین روش مصرف سیاه دونه روغن سیاه دونه هست که قبلا هم توی پیج توضیح دادم. روشش هم خیلی ساده است. 1 لیوان سیاه دونه رو با 1 لیوان روغن زیتون با 4 تا لیوان آب مخلوط میکنین، انقدر میجوشونین تا اون آب تبخیر بشه. اون چیزی که میمونه روغن سیاه دونه هست. حد مصرف روزانه هم 2 قاشق چای خوری باید باشه. مصرفش هم به صورت موضعی باعث این میشه که دردهای روماتیسمی بدن خیلی کمتر بشه. اگر مصرفش بخوایم بکنین باعث میشه که فشار خون تنظیم بشه، التهاب و آرتروز تو بدنتون کم بشه، علائم آسم تو بدنتون کمتر بشه، دردهای معده و ناراحتی معده رو کم میکنه. واسه پوست هم فوق‌العاده هست. یه نکته هم درباره روغن سیاه دونه بگم که اگه همراه با عسل به صورت موضعی استفاده بشه واسه ترمیم تاندون‌ها یا همون زردپی بدن هم فوق‌العاده هست. اگه شخصی کک و مک داره و میخواد اون کک و مک ها رو برطرف بکنه، میتونه نیم قاشق مرباخوری سیاه دونه رو توی روغن حیوانی 2-3 دقیقه تفت بده، صبح ناشتا تا 40 روز اون استفاده کنه. باعث میشه که صورت و پوست صورت خیلی شفاف و روشن بشه. پنجمین شکل مصرف سیاه دونه هم این شکلیه که نیم قاشق مرباخوری سیاه دونه رو با 1 لیوان سرکه طبیعی چند دقیقه میجوشونیم، بعد اونو بعد غذاها استفاده میکنیم. این باعث میشه که انگل ها از بین برن از تو بدن. غرغره این ترکیب هم باعث میشه دندون دردش کاهش پیدا بکنه. افرادی هم که گرم مزاج هستن و میخوان از سیاه دونه و خواصش استفاده بکنن، چون سیاه دونه ترکیب گرمی داره نمیتونن استفاده بکنن، بازم میتونن اون سیاه دونه رو به این شکل استفاده کنن و هیچ مشکلی واسهشون به وجود نیاد. ششمین روش مصرف سیاه دونه به شکل دمنوش هست. 1 قاشق غذاخوری سیاه دونه رو توی قوری بریزین، اندازه 1 لیوان بزرگ آب جوش بین 80 تا 100 درجه رو تو اون قوری اضافه کنین، بذارین 30 دقیقه قشنگ دم بکشه تو حرارت غیر مستقیم. بعدش هم اینو میتونین میل بکنین و لذت ببرید. هفتمین روش مصرف سیاه دونه بخور سیاه دونه هست. سیاه دونه واسه مجاری تنفسی فوق‌العاده است، بازش میکنه، عفونت‌ها رو از بین میبره. افرادی که آسم دارن، ترشحات ریه دارن، سینوزیتشون خیلی حاده، ترشحات گلو، خلط گلوشون زیاده، میتونن از این روشی که بهشون میگم استفاده بکنن. 1 مقدار سیاه دونه یا روغن سیاه دونه رو توی 1 ظرف بزرگ آب روی حرارت بذارن و اونجا بخور رو انجام بدن.
اگه حال بخور سیاه دونه رو هم ندارین، میتونین یکم از سیاه دونه رو توی یک پارچه بزنین، درشو گره بزنین و هر از گاهی در طول روز بو بکشید. 8 مورد رو میخوام شما بگیم. روش‌های مصرف سیاه دونه به همین چیزایی که من گفتم ختم نمیشه. خیلی خوشحال میشم که شما هم اطلاعاتتون رو زیر همین پست توی کامنت ها با ما در میون بذارین. بنده مجتبی ملکپور هستم. خیلی خوشحالم تا آخر این پست همراه هم بودین. خیلی هم دوستتون دارم. امیدوارم این پست مناسب شما بوده باشه.